یو اوه. اگر شلوار یه لحظه یو گایز چطورین بچه‌ها؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو جدید. اگر تازه با چنل من آشنا شدید، من آدریانم. ممنون میشم چنل منو حتما اگه تا الان سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو حالت آل بذارید تا هر وقت ویدیوی جدیدی گذاشتم مطلع بشید. من اگه گوشمو اینجوری میکنم چون آرشگاه بودم من دورت بگردم. بس به خاطر همین یه سابسکرایب مهمون نمیکنید. سابسکرایب مهمون نمیکنید، یه کامنت انگلیسی. ماشاءالله که همه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید. اگر خوشتون نیومد دیسلایک آن لایک رو بزنید، ولی ممنون میشم همون لایک کنید. ولی اگر دیسلایک رو زدید یا آن لایک رو ممنون میشم دلیلش رو حتما برام تو کامنت ها بنویسید که چرا خوشتون نیومده و کامنت انگلیسی بذارید که سابا نپره. همین بدون معطلی بریم سراغ این ویدیو. امروز قراره ریاکت بریم بر یه سری از ویدیوهای ورزشی که نه، لحظه های خنده‌دار فوتبال بهتره بگیم. همین تایتل ویدیو همینه، لحظه های خنده‌دار فوتبال، چه ایرانی چه خارجی. نمیدونم ایرانی داره یا نه، ولی نش فهمیدم فوتباله. آره ما که ندیدیم. آره دیگه، همین دیگه. بریم با هم ریاکت بریم. خب برای مورد اول میریم سراغ این دروازه‌بان که نه تنها بازیکن حریف بلکه خودش رو هم جا میذاره و توپ رو وارد دروازه خودش میکنه. آدرس یوتیوب کسی که ازش هم داریم ریاکت میریم که امیدوارم کپی رایت نزنه این پایینه. میبینید youtube.com ورزش ها، اسم کانالش ورزش ها. پشمام مگه میشه آدم انقدر کودن باشه خودش به خودش گل بزنه بعد دیگه تو تیم بازی کنه؟ اینا تو گل کوچیک راه نمیدن. زبونم هم گرفت. توی این قسمت هم شوتی رو میبینید که 6 متر با دروازه فاصله داره، اما دروازه‌بان برای احتیاط شیرجه خودش رو میزنه. این داشتمون نیچی کشیده که اینجوری پریده. شیرجه خودش رو میزنه. چه اینجوری هم میکنه؟ روی این گلی هم که این دروازه‌بان خورد اصلا نمیشه چیزی گفت و باید فقط نشست و از نبوغ او لذت. پشمام خاکی چی داشت تو دروازه‌بان این احساس کرده بازیکن نمیتونه توپ دست بگیره. داشت تو دروازه‌بان توپو بگیره داره با هد میزنه. در این قسمت هم ماریو بالوتلی معروف رو میبینید که حسابی با پوشیدن کاور خودش مشکل داره. این کاورا رو واقعا آدم مشکل داره، منم مشکل داشتم. چیه این کاورا؟ دوباره در آورد برگام، اصلا میگه نمیخوام ببر. یکی دیگه میگوشه. توی این قسمت هم این کودک رو میبینید که حسابی استیون جرارد رو ضایع میکنه و 100% طرفدارای چلسی رو خوشحال کرده. برگام. در اینجا رحیم استرلینگ رو میبینید که دروازه خالی رو از دست میده و گواردیولای بیچاره از دست او سجده میکنه. این باز نسبت به بقیه اوکی ولی بازم ریده، ولی باز نسبت به اونی که 6 متر فاصله داشت توپ از دروازه شیرجه زده. توی این قسمت هم این بازیکن رو میبینید که به جای دفاع توپ رو شوت میکنه به سمت دروازه خودشون و داداش این دیگه خیلی بالا. این بازیکن رو میبینید که به جای دفاع چه تیمی بازی میکنی؟ اسمت چیه؟ یزید من بودم از زمین محوت میکردم. واقعا چه فکری کرده اینجوری ضربه زده؟ در اینجا بیاین و با هم دیگه یه گل به خودی بامزه دیگر رو ببینیم. این حساب نمیشه. این بدبخت توپ اومده تو صورتش کاری نمیتونست بکنه. این گناه داره. ولی از این هم ما سوتی هستش ولی گناه داره. توپ اومده تو صورتش. در اینجا احتمالاً توپ اصلا نمیخواست وارد دروازه بشه و به طرز بامزه‌ای همه استادیوم رو خندون. خیلی بدشانسی که دقیق خورد تیرک.
1 میلیمتر این ورزر بود. توی این بازی یکی از کپی رایت بازیکن‌های نخوریم این تیم خوبه. یک گل به خودی زیبا رو میزنه. این که چی؟ این از اون یکی احمق‌تره. برگوم نگاه. بازیکن‌های این تیم یک گل به خودی زیبا رو میزنه. دوش این گل رو تو زمین تو تیمتون میزدی میبردنت بارسا. اما خب ظاهرا اونا اصلا روحیه خودشون رو از دست نمیدن و این بازیکن با قدرت توپ رو بر میداره تا جبران کنن، اما خب باز هم گل به خودی میزنه. پشمون 2 تا گل به خودی زده. 2 تا. قدرت توپ رو بر میداره تا واقعا اجازه دادن باز این تو زمین بمونه؟ گل به خودی میزنن. دوش تو اصلا از زمین از دنیای فوتبال خدافزی کن. این 100% اون پارتی این اومده. قسمت میبینید که روی این بازیکن یک خطا اتفاق میفته، اما جیغ زدن او جوریه که انگار 18 چرخ از روش رد شده. خب دوش این درد زایمان داره مگه اینجوری داد میزنی؟ خیلی اوضاع خیته. خیلی اوضاع خیته. عدو شده تو به خودش میاد دیگه دیر شده بود. اون همه تماشاگرم منتظرن. نه این تماشاگرای اون تیم کل خانوادت رو دعا کرد. در اینجا هم یک نابغه فوتبال رو میبینید که جلوی اینو دروازه دیدم خودش توی تونست اینستا. بهترین واقعا کار برگای یعنی آدم گل میریزه. نزدن رو انجام این بده. اولین بازیش بوده هول کرده. تماشاگرها میگن مگه میشه این بازی کنه؟ در اینجا هم این مدافع تحت فشار میخواست توپ رو به دروازه‌بانشون بده، اما خب دروازه‌بان بیچاره رو سورپرایز میکنه. نشون بده. داشت این ضربه رو میزدی تو بازی واقعی سمت دروازه اون مثل اون داشمون، الان جزء کاندید قشنگ‌ترین گلای تاریخ میشه. او راستی این ویدیو رو به دلیل اینکه الان لیورپول رو نمیدونم بازیشو دیدید یا نه، ولی لیورپول 7 زد منچستر یونایتد رو. 7. این دمبله. معرفه بازیکن‌ها میان و چند تا روپایی میزنن و برای تماشاگرها دمبله واقعا بازیکن خوبیه. منم رو می‌بینید که در روز معرفیش برای باشگاه واقعا این یه حرکت چیز حساب میشه، نمایشی طور میشه، ولی باز خود زشته دیگه. یزید لئو اینجا با هم دیگه یک داور صمیمی رو میبینیم که خودش سر شوخی دستی رو با بازیکن‌ها باز کرده. دوش داوره حواست هست داره با کی شوخی میکنی؟ یه لحظه با کسی که شوخی کردی قیافه‌شو ببین. عکس داوره رو باید بذاریم چون عکس مردم. ای خدا. توی این قسمت هم این بازیکن منچستر یونایتد رو میبینید این قیافه منچستر یونایتدیا زمانی که 7 گل خوردن که روی یک درگیری قیافش خیلی خنده‌دار میشه و حسابی شکاره پشمام اینا همه تو هم رفتن چرا؟ در اینجا مربی سابق منچستر یونایتد رو میبینید که میخواست صحنه افتادن رو خوب نشون داور بده و اینجوری برای او اجرا کرد. تو که چی؟ الان مثلا خودتو بندازی اونم میگه موارد چیه و به نظرتون؟ الان مثلا خودتو بندازی اونم میگه باشه خودتو انداختی قبوله دیگه. من خطا رو میگیرم یزید. خب گایز ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. اگر از اینجای ویدیو تا الان اگر از اینجای ویدیو تا الان این ویدیو رو لایک نکردین و چنل ما رو سابسکرایب نکردین حتما این کار رو انجام بدید. چنل ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو حالت آل بذارید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد و دوست دارید پارت بعدیشو بذارم ویدیو رو لایک کنید و تو کامنت ها بهم بگید و اگر خوشتون نیومد دیسلایک یا آن لایک رو بذارید و باز تو کامنت ها بهم بگید که چرا خوشتون نیومده. کامنت انگلیسی بذارید که ساباتون نپره. 2 دقیقه کلا وقتتون رو میگیرم. کامنت انگلیسی بذارید
سابسکرایب کنید. اول از همه سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم حالت آل بذارید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید که سابا نپره، ویو نپره. همونجوری که میدونید به خاطر اینکه ایرانی و آی پی آی مختلف وارد میشن سابا ویو میپره و یه جورایی یوتیوب شما رو ربات میشناسه، پس باید کامنت انگلیسی بذارید تا بفهمه از وی پی ان استفاده میکنید. و آره دیگه همین، تا ویدیوی دیگه